İşte bu büyük İslam sulhu içinde Kürt coğrafyası selamette kalarak Kürt halkı nüfus olarak arttı, nüfus olarak çoğaldı, nüfus olarak da büyüdü. Arasında Kürt kavmi yok olmayla karşı karşıyaydı. Hakikaten böyleydi. Layık bir kadın kalktı dedi ki, sanki sen bize Orta Çağ'dan bahsetmiyorsun hocam dedi. Orta Çağ değil miydi o çağ? خوشحالیم که در این محفل بسیار مبارک که همه اهل علم و علما هستند در اینجا شرکت کردم. از صبح این مراسم شروع شده است و الحمدلله همه علما بیانات خوبی داشتند راجع به مسئله وحدت مسلمانان، راجع به مسئله قدس شریف، راجع به جنایاتی که صهیونیست‌ها در اونجا انجام میدن واقعا بحث‌های مفصلی شد. الحمدلله ما که امروز میبینیم دشمنان از هر جهت برای ما هم از راه نظامی و از راه فرهنگی به ما حمله میکنند. یعنی در دو جبهه نظامی و جبهه فرهنگی، اما جبهه فرهنگی به مراتب خطرناکتر از جبهه نظامی، چون جبهه فرهنگی مثلا شاهدیم که در اروپا قرآن رو سوزوندن، به پیامبر اهانت میکنن، شبکه های ایجاد کردن، شبکه های فساد، شبکه های درست کردن که مسئله حمله میکنن به اخلاقیات ماها، به اخلاقیات مسلمانان، یعنی شبکه های ترویج فساد و بی اخلاقی در بین جامعه اسلامی به نام چی؟ به نام آزادی زن. ما این آزادی که اونها مطرح میکنن هرگز برای ما قابل قبول نیست. این فوضاست، این هرج و مرج، این بیبندوباریه. قبل از همه چیز جا تقدیر و تشکر صمیمانه داشته باشم از عزیزان و متولیان امر این کنفرانس و از دستاندرکاران عزیز برنامه و علل خصوص عزیزان مجموعه حزب هداپار. صمیمانه سپاسگزارم از عزیزان و از دعوتشون که ما رو دعوت کردن به این کنفرانس. خوشبختانه من پیشرفت خیلی جدی رو میبینم در کنفرانس هشتم نسبت به سایر کنفرانس‌های قبلی. عزیزان سعی کردن کلاً عیوبات رو مرتفع کنند و پیشرفت جدی رو از خودشون نشون بدن و لازم میدونم هفته وحدت و میلاد مبارک حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم رو صمیمانه تبریک عرض بکنم خدمت عزیزان و مخصوصا بینندگان عزیز. بزرگواران، من این نشست اثر بسیار ویژه‌ای در ایجاد اتحاد و اتفاق بین علما داره. قطعاً علمایی از همه ممالک برای این کنفرانس دعوت شدن و این عزیزان با هم دیگه هم فکری میکنن و سخنرانی هایی که انجام میگیره همه علما میتونن ازشون استفاده بکنن و انشاءالله تعالی در عمل به کار بگیرن که منشأ خیر و برکت و ایجاد وحدت و اتحاد خواهد شد. موضوع دیگه‌ای که لازم است بهش بپردازم اینه که انشاءالله تعالی این کنفرانس سبب بشه که علما اتحاد رویه داشته باشند در پرورش طلاب و طلابی که در اینجا آموزش میبینند. انشاءالله تعالی سبب بشه که همه یک رویه واحد رو داشته باشند، چرا که قرآن کریم می‌فرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما بایستی به صورت اتفاق و اتحاد کارها رو پیش ببریم و انشاءالله به حبل الهی برسیم. موضوع دیگه‌ای که هست عزیزان خوب میدونن، فضای مجازی مخصوصا شبکه‌های مجازی فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های تلگرام و واتساپ و غیره سعی دارند که این شبکه‌های الحادی جوانان ما رو منحرف بکنند
من معتقدم که طلاب عزیز بایستی در آموزششون از طریق اساتید محترم که بهشون آموزش میدن حتما مجهز بشن و مسلح بشن به توانمندی هایی که بتونن این توطئه های دشمنان اسلام رو به نحو احسن خنثی بکنن. مجددا از شما عزیزان و از همه متولیان امر صمیمانه ممنون و سپاسگزارم. و السلام علی من اتبع الهدى. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.